آیا مرد خوب داریم؟ بریم در مورد مردهای خوب صحبت کنیم و از آقایون بودن گفتن که نظر در مورد مرد خوب بدین. چرا شما خانم ها همیشه گلایه داریم که هیچ مرد خوبی وجود نداره؟ خب این نظر شخصی مسته، من میگم 100% مرد خوب وجود داره، اما متاسفانه شاید در طور بعضی از خانم ها نخورده. خب با ویژگی مرد خوب را گفتیم که برای ما توضیح بده. آقایی بود که گفته کامنت مرا بالا نیر، اما دما جواب بدیم مرد خوب چه ویژگی هایی داره که ما بخوایم مرد خوب باشیم. خب گوش کنید دیگه. مرد خوب کسی هست که وارد خانه میشه همسرش فرزندش منتظر اوست، نه اینکه ترس وارد بدن او شوه و حس کنه بگه الا بدو که بابت آمد، وای خدای من اینجا جمع کردن است، این کار نکردیم، این کار نه. با آغوش باز حس کنه که اون مرد خانه داره برمیگرده و حس خوشحالی برای خانوادش بده. مرد خوب است. یک مرد خوب فرزندش به هیچ عنوان اشی ترس نداشته باشه. مرد خوب است. مرد خوب به جای بد اخلاقی خوشرفتاری و خوشحالی را در خانه بیاره. مرد خوب یعنی که او زن فرزند منتظرش باشه. مرد خوب کسی هست که زنش برایش دلش تنگ شوه و فرزندش بگه بابای ما کجا هسته. این میشه مرد خوب. نه اینکه فرزند و همسر وقتی که مرد در خانه نبود حس آرامش داشته باشه بگه کاش امو دیرتر بیه. او مرد خوب نیست. بفهمین که کدوم شما خوب هستین کدومشون بد هستین. خود مردا الان خودتون بسنجین که ما از کدوم از اونها هستیم. و مردی که فرض مثال هنوز برادر هست، خواهر منتظر او باشه و وقتی برادر خود میبینه حس خوشحالی داشته باشه، حس قدرت کنه، حس آرامش کنه، وقتی که نه اینکه تخریب، توهین، حالا هر چیز دیگه. این میشه یک مرد خوب، یک برادر خوب، یک کسی که توی خانواده تو زندگی مونه با تو فرق نمونه، پدر، برادر، شوهر. اینا ویژگی های آدم خوب هستن. آیا ای که کی خوب هست کی بد هست من نمیتونم، اما میگم خوب زیاده. خودتون اینا رو جدا کنین ببینین از بدها هستین یا از خوبها. امیدوار هستم که هیچ وقت بد نباشین، هیچ وقت بدی نکنین. ولی ویژگی های مرد خوب ما چند تا چیزی نکته کوچیک شده در شما اشاره کردم که اینا هسته و چیزای دیگه اگر خودتون در نظرتون میرسه در مورد مرد خوب بنویسین. اما زیاد گفتنی دارم، ویدیوهای ما زیاد طولانی میشه، میخوایم یک ویدیو کوتاه باشه. خب مواظب خودتون باشین. امیدوار هستم همیشه مرد خوبی توی زندگیتون، توی خانوادهتون، برای خواهرتون، برای خانومتون، برای زنتون یک مرد خوب باشید. خب در مورد ویژگی های خانم های خوبم میخوایم صحبت کنم. خانم های خوب همه ویژگیه. خانم خوب یعنی نباید که مثلا مردش بترسه که خانمم که نالمه جیز جیز و سرصدا و بیز بیز شروع میشه. البته یک چیز ناگفتن اما این واقعیت میگم که زنها بسیار بیز بیزی هستن. من خودم به عنوان یک زن قبول دارم که زن جماعت جیغ جیغ سرصدا بیز بیز همیشه توی خانه داره و ایره در نگین که این خانم با او خانم دیگه فرق داره. خانم ها همهشون شبیه همه، نالگر، جیغ جیغو، ایرادگیر. و اگر شمایی که فکر میکنین این زن بذارین یک زن دیگه بگیرین، شاید درجه بیز بیزش زیادتر از این باشه اما کمتر نباشه. ایره میخواستم دیتون بگم. و زنی که زنم همینطور هست، او زنی که واقعا زن باشه باید آرامش در خانه برنه، باید همسرش منتظرش باشه، باید حس خوشحالی داشته بیده وقتی همسرش در خانه. وقتی مرد میه خانه حس خوشحالی داشته باشه. نباید مثلا یک مرد وقتی در خانه میه بگه وای خدای من الان رفتم خانم دوباره شروع میکنه، یا خدا کنه که مسافرت بره، یا خدا کنه که این زن نباشه. پس ویژگی های یک زن خوب و ویژگی های یک مرد خوب خیلی زیاده که ما در موردش بایدتون بگم. اما خلاص یک کم او آقا گفته بود در مورد مردها بگو، من یک کم اضافه برای زنها هم گفتم. مواظب خودتون باشین. خانوما یک وقت مرا فوش ندین که چرا مور بیز بیزی گفتین. واقعا راست میگم، خانوما خیلی نق میزنن. ما اصلا خود من سر صبح که شروع مونم تا شو نفر تو سرش باد میکنم که خدایا من کجا باید برم. یعنی یک چیز واقعیت. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.